به نام خداوند مهربان، بینندگان و هموطنان گرامی و برنامه خودتان بازشگف خوش آمدید. همراه من برادر بابا جان قیومزاد هستند که انشاءالله یک جای مرور به حوادث و اخباری امروز خواهیم کرد. برادر بابا جان، ما خیلی که در رادیوی آزادی آمده است، خبرنگاران تاجیک هم میخواهند یک صحبت روبروی با رئیس جمهور امام علی رحمان داشته باشند و سوالهای خود را مثل شریکان خود، همکاران خود در قرقیزستان و روسیه هم به رئیس جمهور بدهند تا اینکه از اونها پاسخ بگیرد. یعنی خیلی که میدونیم در روسیه در آخر هر سال و همچنین در قرقیزستان صدها روزنامه‌نگاری اون کشور از رئیس جمهور اونجا یک نشست مطبوعاتی می شود، از رئیس جمهور سوالاتی که در دل دارند اونها سوال میدهند و پاسخهای خود را میگیرند. و آرزوی خبرنگارهای تاجیک هم همین است که از رئیس جمهور سوالهای خود را داشته باشند. به نظرم سال 2009 بود، یعنی بعد 17 سال فعالیت امام علی رحمان همچون رئیس جمهور، بعد در مدت 17 سال 2009 باری اول با خبرنگاران یک صحبت روبرو داشت و واقعا یعنی اونهایی که در اون اشتراک کردن خیلی وصف کردن که صحبت خیلی آشکار بود و حدوداً خیلی درازم دوام کرد، 4 ساعت، و این تا حال یک بار رخ داده است. ولی رسانه‌ای نشد. حتی همین هم اگر رسانه‌ای هم نشود، با اون خبرنگارا شرط گذاشته بودن که هر سوالی میدهید این جواب میدهند، ولی بدون حق پخش، یعنی حق پخش نداشتن. ولی اگر همین هم شود هر سال چقدر خوب است، زیرا هر یک ژورنالیست، هر یک روزنامه‌نگار وطنی وطن دوست میخواهد که سوالهای خود را از پاسخهای را به سوالهای خود از بگیرد. من در اینجا از سیف سفر خبرنگار تاجیک خودش وقتی که این رادیو آزادی از اون میپرسد که چی سوالا میدادید، یک سوال خیلی خوبی داده که گفته که به حیث یک خبرنگار به پرزیدنت چنین سوال میدادم. زمان جناب رئیس جمهور گفته بودند که تا آخرین گریزه تاجیک به وطن برنگردد خود را آرام احساس نمی کنم. حالا که قریب 1 میلیون تاجیک در روسیه مهاجر است و آنها هم مثل گریزه ها بیرون از کشورند و در شرایطی نه آنقدر خوب به سر میبرند. سوال ببینید، رئیس جمهور هر وقت درباره شرایط آنها میشنوید چی احساسی دارید؟ یعنی این واقعا سوال جالب که از رئیس جمهور میپرسند که وقتی که شما دعوا گفته بوده که تا وقتی آخرین مهاجر تاجیک از گریزه تاجیک برنگردد من آرام نمیستم، ولی امروز مهاجرین تاجیک هستن، وقتی که خبرهای غم انگیز و المناکی که از اونجا میشنوید چه احساسی خواهید داشت؟ شاید اون مهاجرین در اون زمان در افغانستان و در دیگر کشورها به اندازه مهاجرین کاری امروزی که در روسیه هستن نبودن. بله، یعنی اونجا هم زندگی سخت بود، خود ما هم اون بودیم. بله. سخت بود، ولی به هیچ وجه کرامت انسانی اونها زیر سوال نمی رفت، اونها تحقیر نمی شدن. مردم از اونها همچون مهاجر، همچون وطن خود، همچون وطندار چی میکردن که مثل غلام نبودن. مثل غلام در کجایی که ما میرفتیم اون برادرای افغان میگفتن که اکای تاجیکی خوب هستی، اکای تاجیکی شما سری ما حقدار هستید، شما سری ما حقدار هستید. بله، یک استاد خورشید عطاالله رئیس شورای وسایط اخبار عموم در سوال رادیو آزادی گفته است که سوال ها زیادن. مثلا یعنی سوالی اکای خورشید عطاالله میگه که مثلا به چه خاطر تو هنوز دلیر نظر و برزو عبدالرزاقov هنرمندی مردمی تاجیکستان نیستند، در حالی که برخی از نفرانی که به سن 30 نرسیده اند هنرپیشه شایسته هستند. یا اینکه چندین سال است رئیس راهسازان اتحاد دولت‌های مستقل بلوی کنون دعوای منصب میکند، چرا تا حال حداقل نمیگذارند که وزیری نقلیات شود؟ واقعا سوال‌های خیلی جالب
بله. ببین سوالی اکی خورشید رو که سوال اولش رو که چرا مثلا استاد برز و عبدالرزاق هنرپیشه شایسته کشور نیستن؟ درست است. یک واقعا خداداد یا دلیر نظر بله. متاسفانه این چیزا هم هستن. تنها اینها نیست آخه. بله. بوری کریم مثلا واقعا هم سوالی با خیلی منطقی و بجا درباره بوری کریموف که چرا نیستن. در ساحه ورزش چرا محسن محمدیوف امروز از ورزش کشور ما میرود؟ چرا رشید رحیموف که در خبر دیگر در اون خود میرسیم؟ خب اینا خیلی زیادن، ولی چرا امروز در ساحه چرا محیدین کبیری امروز نه اینکه در بیرون میرود بلکه وقتی در یک کنفرانس بین المللی شرکت میکند شما اعتراض میکنید که چرا یک تاجیک رو شما میبرید به اون جای بلند؟ شخصی که همه اون رو دیپلماتی او رو حتی در کشورهای خارجی سازمانهای بین المللی هم اعتراف دارند، ولی کشور خودش او رو باور کرده است. واقعا یعنی نه اینکه بلکه اعتراضی رسمی میکنند که چرا شما یک تاجیک رو در اون سطح بلند جای میدید. اگر سوال این است، من سوال خودم رو بعد سوال شما خواهم گفت. اگر موقعی شد که شما به پرزیدنت سوال کرده بتونید، سوال شما چی خواهد بود؟ گفتی خورشید عطاالله سوال ها خیلی زیادن، ولی از همه سوال اولی که من میخوام بپرسم این است: کی برق به مردم دائمی میشود؟ ماشاءالله. کی مردم از مشکلات آب میرهند؟ و سوالی بگیم از همه اساسی تر شاید این باشد که کی به وعده ها وفا میکنند؟ بله. همین سوال من این خواهد بود. بسیار سوال های جالب. سوال من این خواهد بود که من وقتی شخصا من همچون یک شهروند تاجیکستان که روزهای سختی را از سر گذراندیم در جنگ‌های داخلی و همچنین بعد اون روزهای سختی را از سر گذراندیم، واقعا وقتی که خبر اعلان حزب همچون حزب ممنوع و سازمان تروریستی شدن به یادم از اون روزهای آمد که یک هیئت به پاکستان آمده بودند و اونها از برادری و اینها صحبت میکردن. یک هیئت حکومت آمده بود و پاکستان با دانشجویان تاجیک شیشته بود صحبت میکرد که ما اکو دیگر برادر هستیم و ما یک خطا کردیم و فهمیدیم. به خدا وقتی که این خبر رو شنیدم این زود به یادم آمد. سوال من به رئیس جمهور این خواهد بود که وقتی که این خبر برادری تمام شد، بله، با این اقدام شما چی احساس کردید؟ آن دستی که با استاد سید عبدالله نوری برای برقراری صلح گذاشتید دادید، با اون دست چیکار کردید؟ چی احساسی را کردید که وقتی این کار کردید؟ بله، واقعا شهروندان تاجیکستان بخصوص روزنامه‌نگاران وطن دوست و زحمت کش ما حق این را دارند که هر سال بله. از رئیس جمهور یک در نشست های بگذار سالانه یا در 2 سال یک بار سوال های خود را از شخصا از او بپرسند و جواب بگیرند. این حق را دارند، نه اینکه روزنامه‌نگاران بلکه همه شهروندان. ولی متاسفانه در کشورهای غیر دموکراتی سوال ها بسیار سخت خواهد بود، زیرا همه کار پوشیده هست، بسیاری مشکلات ها گفته نمی شود. یک باره شود بسیار مشکلی های زیاد است. مسئله زید است، مسئله تلکا است، مسئله بی‌برقی است، مسئله حزب است، مسئله بازداشت شدگان است که حد و حدود ندارد در کشور. حالا ما اگر روبرو هم نباشد از همینجا میخوایم این سوال رو بپرسیم که چرا جناب پرزیدنت مثل پرزیدنت قرقیزستان یا مثل پرزیدنت روسیه یا دیگر کشورها یک بار نمیبرند و با خبرنگاران مستقیما وارد گفتگو شوند؟ حرفی واقعا هم جامعه شهروندی مخصوصا خبرنگاران حرف دل مردم را میرسونند. بله. چرا یک بار نمیتونن روبروی خبرنگاران بشینند و به سوالهای اونها پاسخ بدهند؟ بله، درست است. خب باز چی گپ از خبرهای دیگری که داریم؟ بله، شاید یک خبری که حاضر شما یک اشاره کردید، استاد رشید رحیم مربی تاجیکی تربیتگری ترکی تیم ترکی جمهوری چچنستان رو بر دوش دارد، واقعا گفت که از سطح فوتبال در تاجیکستان ناراضی هست و گفته که فوتبال بازان تاجیک نمیتونند در سطح حتی روسیه فوتبال بازان روسیه بازی کنند.
واقعا وقتی که ما جوان بودیم از پامیر یعنی تیم پامیر اینقدر روزهای خوب بود، اینقدر مردم با خاطرات خوش داشتن، ولی امروز متاسفانه جوانان تاجیک، نورسان تاجیک از این خیل احساسات خوب محروم هستند و خوب است که دنیا پیشرفته شده است و آنها خود را مشغول بارسلونا و ریال مادرید و بایرن مونیخ و دیگر و منچستر یونایتد و اینها میکنند، ولی واقعا فوتبال تاجیک بر ضمن این که ملت تاجیک اینقدر مهارت بخصوص در همین ساحه دارد در پسترین حالت است. یعنی واقعا در ردگذاری در ردگذاری فیفا 148 مقام در 148 مقام قرار دارد که پسترین سطح فوتبال در آسیای مرکزی را دارد. شما از خاطرات پامیر یادآور شدید؟ وقتی که ما خیلی کودک بودیم تقریبا در زمان ها، خیلی خاطرات خوب عجیبه. همین رشید رحیموف با شماره 5 کاپیتان تیم پامیر بود و خیلی مخلصی سخت بودیم برای رشید رحیموف. و امروز وقتی باز کردم و صحبت رو با اون دیدم در آزادی، یادی همون دوره افتادم. محسن محمدی با شماره 10 و منسیان با شماره 9 بود و فوزایلوف شماره 2. این همش تقریبا یادی ما مانده است. یعنی از اون زمان وقتی که تیم پامیر واقعا محبوب بود، واقعا جایگاه داشت، واقعا یک چیزی خیلی جالب داشت، این در ذهن ها باقی مانده است. ولی اینجا یک چیز دیگر هم هست. واقعا این من شاید رشید رحیم منظورش این نباشد که این استعدادها در جامعه ما وجود ندارد، ولی چون من خیلی که شما هم گفتید این استعدادها در جامعه ما خیلی زیادن، مخصوصا در فوتبال. واقعا ما جوانانی رو میشناسیم در همون هنگامی که با ما تحصیل میکردن. من واقعا میگم تیم تاجیکان در فوتزال بین دانشگاه ها در ایران و زمان دانشجویی ما یکی از بهترین تیم ها بود. زمانی که بین سفارت ها هم مسابقه می رفت، هیچ یادم نمی رود. ما در ایران تحصیل میکردیم در مسابقه فوتبال و از طرف سفارت ما چند نفر از بچه های دانشجوی ما بازی میکردن بین سفارت ها که خیلی موفق بودن. یا در اون زمان جناب یتیموف که امروز رهبری کمیته امنیت ملی را بر عهده دارند، در سفارتخانه تاجیکستان فکر کنم معاون سفیر بودن. و یادم هست که در اون روزها جوانای ما که دانشجو بودند از طرف سفارت بازی کردند و فکر کنم مقام دوم را گرفتن در اون در سفارت روسیه بازی برگزار میشه. و من اونجا هم واقعا دیدیم ما که یک استعدادهای واقعا بلند در جوانان وجود دارد. این هست، ولی اینها باید رشد یابند. اینها یک زمینه برای رشد آنها باید وجود داشته باشد. چگونه که رشید رحیموف هم گفته است، نه تنها مثلا حاضر شما تصور کنید میگن که مکتب فوتبال نیست، استادیون نیست. درست است، این نیست، این برای اینها باید باشد. ولی شما تصور کنید امروز وقتی جوان تاجیک شما بیاید یک بار برین در مکتب ها، اگر از در مکتب های دهات و روستا و همه جای تاجیکستان وقتی سوال کنید، جوان تاجیک امروز به فکر این است که من مکتب رو تمام کنم میروم بررسی برای مردکاری. این تنها آرزوی یک جوان شده است. وقتی که دیگر امید به آینده ندارد، غیر از مردکار شدن در روسیه دیگر رویای امید فکری ندارد، آرزوی ندارد، از چنین جوان چگونه انتظار داریم مثلا ما که یک بازیگری سطح ملی بین المللی حتی این که بازیگران تاجیک اگر در کشورهای دیگر بازی میکنند، حتی در روسیه، در اروپا، این به جوانان روحیه میدهد و حتی میتواند که این مردمی روسی اگر مثلا یک بازیگر خوبی در روسیه بازی کند، این میتواند که یک جسری بین ما و بین مهاجرین، بین مردم روسیه و بین ولی متاسفانه یک خبری در این باره هست که باز به فوتبال تاجیک برمیگردد، ولی متاسفانه
چی است؟ این است که شرنامه منوچهر احمد و بازیگری خوبی تیمی خوجند که با اهلی شرطنامه پیش کرده، اهلی بحرین قرارداد امضا کرده بود، ولی متاسفانه پیش از مهلت این قطع شد. یعنی انشاءالله امید داریم که بازیگران تاجیک، فوتبال بازان تاجیک با اون همه مشاکل، مشکلات و اون همه بی‌برقی و کمبودی معاش و اینها بتوانند که در سطح بین المللی کشور را نمایندگی کنند. سوال دیگر، خبر دیگر این است که رئیس جمهور کشور به یتیمان پیش از 1 ینور به یتیمان و به پرستاران مکتب اینترنت ها کمک های مادی کرد. واقعا این کار خوبی است که رئیس جمهور اقدام کردن، ولی متاسفانه من میخوام یک سوال رو بکنم که در کشورهای غیر دموکراتی وقتی میگویند که پرزیدنت یا رئیس جمهور این کارو کرد، اکثر مردم به این حالن که باید ما، یعنی این را یک امتیاز شخصی او میدونن، در حالی که این وظیفه است. در کشورهای پیشرفته یک رئیس جمهور حق ندارد منت بکند که من این کارو میکنم، به خاطر اینکه اون به خاطر این کارش معاش میگیرد، از امتیازها برخوردار است، ولی در کشورهای بودجه کشور در دستش است، بودجه کشور باید برای اونها کند، پس اون را برای مردم افغانستان یا که افریقا کند. با این وظیفه هر یک شخص است که از بودجه کشورش اول مردم کشورش تامین کند، مخصوص مسئولین حکومتی. ولی یک چیز دیگر هم هست. ببینید شما، متاسفانه ما چند مسئله رو در جامعه ما خیلی چخیل بگیم، یک کم رنگ شدن، به توجه اصلا از بین رفتن. بله. یعنی خوب است که رئیس جمهور این اقدام را کند و دیگر مسئولین پایینتر از رئیس جمهور هم دست به چنین اقدام ها بزنند. بله. وقتی امروز همه میدونن که مثلا یک وزیر صاحب تمام سرمایه کلان و خانه و قصر و کشک نمیدونم چی شده است، از پولی کجاست؟ پولی بودجه کشور، پولی همون اندازی مردمی هست که به دولت سپردن و از کجای غارت کرده است، نمیدونم رشوه گرفته است، به هر طریقی جمع کرده است. خب حداقل در عین اینه که برای خودش یک چیزایی ساخته است، برای مردمش هم کمترین خدمتی بکنه. برای مردم کم بی‌زاحت، برای شاید خوب می شود که این به یک فرهنگی عمومی در جامعه تبدیل یابد، همین کمک کردن به دیگران. بله. ولی متاسفانه این کمک کردن رو میخواهند تنها در مرحله های از اونها یک سوء استفاده های سیاسی، بله، ابزاری بکنن، نه همچون یک فرهنگ ملی، یک فرهنگ دینی خود از اون استفاده نمیکنن. و الا اگر در سال نو هست مثلا، خب خوب است، ما مخالف سال نو هم نیستیم، چون در اصلا این میلاد حضرت عیسی هست. حضرت عیسی هم یک از پیامبران ما مسلمان ها هم هست. بله. همه مسلمان ها او را قبول دارند. بله. و حالا بیاییم ببینیم در همین شب و روز اتفاقا مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم راست آمده است. بله. چی می شود مثلا که همین بگید که خب به خاطر سال نو و مثلا مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط هیچ چیزی از این شما از وزیران و از مقامداران صحبت کردید، حتی اون مقامداران سابق که به یک مسجد خیر کردن یا یک زمین را دادن، اونها درد سرشان شده است. پس اون هر وزیر و هر مقامداری سابق هم فکر میکند که در کجا صرف کند تا اینکه درد سر برای اون نشود. واقعا هم عجیبه. یعنی یک نفر مسجد میخرد برای ملت، برای یک مردم، یا یک زمین رو هدیه برای مسجد میدهد و این مسجد دردی سر شود. مثل همون عبدالله حبیبوف که بله، و اون و دیگر مقامداران دیگر واقعا اعتراف کردند که یعنی رسما قانون وجود ندارد، ولی همین خیلی گفته شده است که اگر شما در وقتهای کاری به نماز می روید، بله، اونها مورد مراقبت قرار می گیرند، نظارت می شوند و شاید یک تأثیری منفی برساند که متاسفانه این است. ولی در عموم چه خیلی گفتید این کار خوب است. بله. یتیمان، بی‌پرستاران، امیدواریم که این به یک فرهنگ ملی تبدیل شود، در دیگر دوران هم دست به این کار بزنند. بله.
ببینیم ان شاء الله که مردم حداقل سرمایه‌هایی که به خارج میبرن کمتر به خارج بروند و با همین مردم داخل مصرف کنند. دیگر به قول وقتی که یادتون هست راجع به کمک شد یادم آمد سخن استاد محی الدین کبیری در اون برنامه کمک به ورزشکاران بود. کمک نه، همون هدیه هایی که به ورزشکاران داده میشد. اونجا اعتراض کردن که شما از خارج پول میگیرید و با اینجا چیز میکنید. استاد کبیری گفت که مطمئن باشید که این پولی همین مردم است، پولی حلالی مردم است، هیچ مشکلی از نهضتی ها است، از هیچ خارجی نیست. ولی اگر از خارجی هم باشد، فرضاً اگر از خارجی هم باشد، خب ما از خارجی گرفتیم آوردیم به همین مردم بتیم، به همین جوانان بتیم، نه اینکه مثل دیگران پولهای از مردم رو گرفته به بانک‌های خارجی ببریم و خارجی کشور در اونجا جا کنیم. واقعا ما هم امیدواریم که این پولها در مخد مردم صرف شود و اون پولهای آفشورها هم گشته به داخل کشور بیامده در این برنامه‌های انسان دوستانه مصرف شوند. بله. خبر دیگر که سفیر روسیه از گرانی انداز اظهار نگرانی کرده است. روسیه با اون نفوذی که در تاجیکستان دارد، اونها قدرت اقتصادی دارد. حتی گفته است که به اون حد وقتی که شرکت های روسی در تاجیکستان انداز میسپارند تقریبا فایده و ضرر برابر شده ایستادند. چی رسد اون بیچاره های صاحب کاران ما؟ اشاره هم کردن که قانون در این اصلاح اخیری که به قانون وارد شده است، به قانون انداز گویا که اندازها کم شدن ولی در اصل اندازها زیاد شدن. این یعنی در سطح جمهوری شوروی جمهوری سابق شوروی بلندترین و گرانترین در سطح جهان هم بس اندازه تاجیکستان یکی از بلندترین اندازهاست و پسترین معاش دارد. پسترین ولی بلندترین انداز. ولی متاسفانه این هست بر مردم بیچاره. ولی اون برق تاجیکی شما چیکار کردید، ضرر دیدید، قرضدار شدید، این باید اونها جواب بدین که چرا شما اینقدر قرضدار شدید. ولی برای اون قرضهای برق تاجیک چیکار میکنن؟ سنگ توده یک را از انداز سال 2016 و 2015 چیکار میکنن؟ آزاد میکنن که هر ماه 800,000 دلار چیکار میکرد در بودجه کشور اون میپرداخت. که واقعا یعنی معناش چی است؟ برق تاجیک هر قرضی میگیرد، هر مشکلی ایجاد میکند، باید اون را مردم بپردازند. این در کجای دنیا است؟ متاسفانه همین است. ما یک واقعیت هست که یک جای با دوستان شوخی میکردیم، میگفتیم یک کشوری که در آن شرایط مردم برابر با اصل 12 هست، شرایط مردم معاش و زندگی و نمیدونم چیزها برابر با اصل 12 است، ولی قانون ها از اصل 22 نه اصل 21. بله. یعنی انداز و نمیدونم گمرک و این چیزها قانون های اصل 21 در اصل 12 با شرایط اصل 12 زندگی میکنیم. واقعا چنین شده است تاجیکستان. آخر شما حداقل اول بیاین مسئولین محترم معاش مردم رو برابر اون کشورهایی که پیشرفته قرار بدهند، بعداً چنین انداز بندی کنند. حداقل نمیتوانند حداقل اندازها رو بیارن پایین. تا کی مردم بیچاره در روسیه میرود مثل غلام کار میکند، اینجا میآید اندازی گران زمین، خانه، آب، نمیدونم دیگر میپردازند. بسیار زیاد هستند. بله. اون از مردم بیچاره پرس که چند انداز میسپاری. با در برابر این که میسپارن میگن که هر سال وقتی میرن میسپارن باز میگن که 2-3 هزار اضافی بسپارن. خبر دیگر این است که خانم ظرفا رحمانی، بله، این دختری قهرمان تاجیک، این فعال سیاسی که با ظلم بازداشت شده است، با 2 کودکس جنایتی، ماده کودکس جنایتی متهم می شود. یکی فعالیت در گروهی جنایتی، جنایتکار، و دومش انتشاری بغض و کینه و عداوتی قومی و ملی و نژادی. واقعا خانم ظرفا رحمانی یگانه
خانومی هست که بازداشت شده است. غیر اون دو ادوکات دیگر هم به فکرم فعلا بازداشت هستند. بله. از سپر. بله. بله. این نه اینکه با دو چی باید متهم میشد، بلکه باید اون آزاد شود. واقعا مادری تاجیک اون خدمت هایی که هم برای کشور کرده بود، اون یعنی واقعا من حتی از اون سازمان های بین المللی که اون هم کار میکرد، اون در حتی من مربی جلوگیری از اونهایی که با مواد مخدر معتاد شدگی هستن در مربی بود، تربیتگر بود در یکی از سازمان های بین المللی. ولی متاسفانه امروز هر کس اون رو بیچاره رو کنار گذاشتن و امروز بی گناه معصوم. واقعا ببینید ظرفا در چندین پروژه خود مثلا در اینجا میگن حضور یکی از چیزاش برانگیختن کینه عداوتی ملی و محلی و دینی و نمیدونم چی. شما یه بار تصور کنید که پروژه هایی که ظرفا روی آنها کار کرده است در تمام منطقه‌های کشور سمینار و کنفرانس میگذرون از طریق تشکیلاتی که داشت و همچنین از طرف حزب. ولی ببینید اون یکی از کارهایی که برنامه‌هایی که ظرفا داشت با سازمان‌های بین‌المللی انجام میداد این بود که جلب دختران به مکتب بود. بله. واقعا در افغانستان در پاکستان ملاله به خاطر اینکه به خاطر یک کاری که مثلا چیز کرد چقدر قدردانی شده از او. خوب؟ بله. ولی واقعا خدمت ظرفا در جامعه یعنی ما از ملاله کمتر نیست. خدمت ملاله تاجیک هیچی، برعکس به خاطر این خدمتش او زندانی می شود. واقعا این یکی از چیزهایی بود که یکی از برنامه‌های مثلا خانم ظرفا بود. ولی برنامه‌های دیگر زیادی هم داشت که مثلا فقط در تلاش این بود که برای مردم، برای رشد کشور، رشد جوانان کشور، رشد، حتی من یادم هست که برای رشد در دهات اون سمینار و کنفرانس های برگزار میکرد برای رشد زنان و اینا. ولی ببینید واقعا یک چنین کارهای امروز او رو کجا میبرد؟ به خاطر برانگیختن عداوت. نمیدونم اگر این کارها عداوت باشد پس کجاست دیگه؟ این که اونهایی که معتادی مواد مخدر هستن اونها را رفته تربیت کردن، با اونها صحبت کردن، برای اونها کورس های آموزش تشکیل کردن، این که کینه و عداوت باشد. دختران رو به مکتب جلب کردن، اونها رو به مکتب وارد کردن، از حقوقشون حمایت کردن. اگر این باشد نمیدونم کینه و عداوت یا فعالیت جنایتی یا اینکه چیز نمیدونم. اگر همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مثل OBSE، مثل سازمان ملل متحد، مثل یونیسف که ظرفا رحمانی با اونها سازمان امنیت و همکاری اروپا، OBSE، همینها اگر همکاری با اینها و عضویت در سازمان جنایتی باشد، پس نمیدونم دیگر این چی است آخر. اگر عضویت در حزب نهضت رو منظورشون باشد که اون رو منع کردن، این دیگه تمام شد. نه، پیش از منع شدن اینو را بازداشت کردن. دیگر آخه کجاست این اصلا منطق این گپ، این ماده، این حیران میماند انسان. من دوستی عزیزم واقعا ملت تاجیک تا حد به پستی، به حد یک حالتی عقب ماندگی اومده است که حتی بازتابی خبرها از داخل تاجیکستان خیلی کم است. مثلا اگر شما در بینندگان گرامی هم اگر در یاد داشته باشند، اون روزنامه‌نگاری آذری که محبوب باشید، این سازمان محبوس شد. این سازمان های بین المللی جهان در برابر این دادگاه، در برابر اون ناعادلاتی ها به پای خیست و سخن خود را گفت. ولی میبینیم که ملت تاجیک تا حدی شده است که ملاله تاجیک می رود زندان می شود. اون کسی که خدمت به وطن کرده است، خدمت به معتادانی مواد مخدر کرده است، به اون کودک خواهرانی که ادعا میکنیم که این حکومت طرفداری این است که زنها، دخترکای تاجیک، نورسان تاجیک در مکتب ها درس بخوانند، اینقدر خدمت کرده است. ولی میبینیم که امروز روانه زندان می شود با تهمت های ساخته و باخته، ولی متاسفانه کسی را این حرکتی نمیدهد. همه خاموش هستند. یکی از خواهرام میگفت که خب شما با من میگوید که درس بخون،
من درس میخونم مگر ظرفا درس خوند اینقدر مردم رو با درس خوندن تشویق میکرد کجا رفت؟ اگر درس بخونم و آینده مثل ظرفا منم زندان باشم همون نخوندنم بهتر. بله. این یکی از معیارها، یعنی از عواقب بدی این از عاقبت‌های بدی این اعمال ناجوان مردانه و ناعادلانه همین است. بله، دو خبر دیگری داریم که انشالله به چی می رود. دیمیتری روگوزین، معاون سروزیر روسیه که به موقع‌گیری‌های تندش علیه تاجیکان معروف است، با تیر با پیستول خود پای خود رو پرانده است، زخمی هست. یعنی این شخص معاون سروزیر واقعا دائما همیشه از اینکه سربازان روسیه در تاجیکستان در جنگ شهروندی چی مشکلات‌هایی داشتند و یعنی یک نوع ضد تاجیک، روحی ضد تاجیکی داشت، موقع‌گیری‌هاش ضد تاجیک بود، اون چی کرده است. ولی متاسفانه که شما هم گفتین در این موضوع که در برابر این باز خبری می‌بینیم که یک مهاجر 15 ساله تاجیک به خاطر نجات شخص امروز برنده یک از جایزه ها می شود. نوجوان تاجیکی بله از یک نفر رو از غرق شدن نجات داد و واقعا قصهش عجیب است. وقتی که میگه وقتی که با درس دیر میموند این جوان 15 ساله، نوجوان 15 ساله تاجیک، میگن که خب چرا معلم اون رو جنگ میکنه که چرا دیر کردی؟ میگه معلم تو مرا جنگ نکن، من دیر کردنم دلیل داشت، من در وقتی دیر کردم به خاطر این بود که جان یک نفر نجات دادم. ماشاءالله. بعد معلم میگه چه خیلی خوب چی بود. بعد وقتی که میفهمن که واقعا هم جان یک نفر نجات داده است از غرق شدن. یک نفر وقتی که این جوان تاجیک وقتی که میخواست به مکتب برود میبیند که یک صدای میشنود که کمک طلب میکنه و میبیند که یک نفر در آب یخ در همون زمستون سرد در داخل آب افتیده است و کمک طلب میکنند و با مشکلات زیاد اون آدم را از آب نجات میدهد و این اولین نبوده است اولین بار نبوده است که این یک نفر را از آب نجات میدهد. همین جوان. بله همین جوان تا حال این سومین نفر بوده است که از غرق شدن نجات میدهد. ماشاءالله. و این واقعا هم جای افتخار دارن چنین نوجوان ها، واقعا هم چنین شخصیت ها، چنین افرادی هستند که اینها واقعا نامبردار ملتند. امیدواریم آینده ما این جوانان قهرمان در آینده بتونن برای ملتشون، برای جامعه بشری خدمت های بهتر و بیشتری بکنند، یک افتخاری برای ملت خود، برای وطن خود باشند. سلامت باشین. خبر آخرانی که هست و بعد با بینندگان خداحافظی میکنیم این است که اتحاد اروپا برای آسیب دیده های زمین جنبی روز 7 دکبر در بدخشان تاجیکستان در حجم 84,000 یورو کمک کرده است. واقعا اون مردم ما که در اونجا بیچاره به سبب این آفت طبیعی با مشکلات های زیادی دچار بودند، ولی انشاءالله که این خوبی این هم هست که این اتحاد اروپا این مبلغ رو به اختیار جمعیت هلال احمر تاجیکستان گذاشته است که اون انشاءالله که شما وقتی درباره این زمین لرزه گفتید من یادی روزهای گذشته افتادم که همراه با استاد کبیری و دیگر برادران در وقتی که سیل زدگان کلاب کمکی واقعا یک کم از آرد و از کمک های دیگر برده بودیم و مردم تقسیم میکرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زمین لرزه ونج هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در وحدت گذاشته بود. در وحدت هم وقتی که ما در مرکز بودیم هرگز یادم نمیرود غیر از اون کمک های دیگری هم که مادی هم که کرده بود نهضت، واقعا خاطرهای عجیبی بود. یک گروه جوانان از نهضت آمدند و گفتند که ما میخواهیم بریم اونجا در ساختمان خانه ها با افرادی که از زمین لرزه ضرر دیدن کمک یا لای اینها رو ببرانند. این در وحدت وقتی برای زمین لرزه بود، وقتی که از زمین لرزه آسیب دیده بودن یک گروه جوانان از شعبه جوانان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آماده شدند، در 2 ماشین رفتن به وحدت. رفتن یک روز از سحر تا بیگاه با لباس‌های کاری گرفتن و برای با مردم همون منطقه همراه مردم در خانه‌های مردم کمک کردند و اون ساختمان‌ها رو ساختند، خانه‌های اونها رو در ساختمانش هم کمک کردند. این یک طرف بود. در اون یکی شما منظورتون است ما سیل زدگان رودکی بود، ناحیه رودکی. وقتی که
اولین بار اونجا سیل اومد، واقعا این رو مردم منطقه خودشون هم خوب میدونن و چند نفر از نزدیکای ما که اونجا خونه‌هاشون خراب شده بود از دوستای ما، اونا هم خودشون گفتن که وقتی که سحر از خواب خستیم همه دیگر هیچی، بعد از اینکه سیل اومد دیگر ما هیچی نداشتیم، اومدیم همه در فکر این بود، میگه هیچی برای خوردن هم نبوده اینا. اولین گروهی که اومد میگه از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک بچه‌ای بودن که اومدن و برای همه نان آوردن و بعد از اون اومدن، یادم هست که در مرکز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تمام اون سیلزدگان آش پختن، آش پلاو درست کردن در مرکز و برده برای اونها تقسیم کردن. و وقتی که استاد کبیری هم در یک برای کمک به اونجا بازدید از اونها رفته بودن، یک کمپیر بود اونجا، یک پیرزن بسیار کلانسال بود که هیچ وقت این از یاد من نمیرود. پیرزن گفت که من خانه من در اینجا تگ لای مونده است، من فرزندام در روسیه هستند و یک نبیرم ختیم هست که هیچ کس ندارم دیگه، نمیدونم این خانه رو چخیل از لای خالی کنم تازه کنم. گفت که ما با شما کمک، استاد گفت ما با شما کمک میکنیم و خدا حفظ کند اکای محمد علی حیته. وقتی که گفت اکای محمد علی، با اکای محمد علی گفت که خوب این خالمونه باید خونه‌ش آماده کنیم تازه کنیم. اکای محمد علی دستور دادن به برادرها، فردا همه برادرها حدودی نمیدونم فکر کنم 50 نفر بود، با لباس کاری با بیل و اینها آمدن در دست برای کمک به همین پیرزن، نه تنها پیرزن، برای همه چیزا تقسیم شدن و از جمله اون پیرزن. ولی ببینید در همین اسنا پلیس ها آمدن و نگذاشتن که همین اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اونجا چیکار کنن؟ با مردم کمک کنن. این رو در رسانه‌ها رشک سیاسی گفتن. بله دیگر شما ببینید نمیدونم آخر مگر این حزب اونو اعلان شدنش هم در همین باشد. خب برادر بینندگان گرامی، این بود برنامه خودتان بازچگپ. تا دیداری آینده، تا بازچگپ دیگر، خدا حافظ. تشکر. سلام علیکم.